بینندگان عزیز سلام، روزتان بخیر. امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشین و از گزند روزگار در امان باشین و از خداوند منان خواهانم در هوای سرد خزانی در کانون گرم خانه در کنار عزیزان خود زندگی را به خوبی و خوشی بگذرانین. بینندگان عزیز، شاید در ذهن شما سوال خلق شده باشه که چرا ما آمدیم در چنین مکانی و اصلا اینجا کجا هست که اسباب و لوازم خانه است. امروز قرار است 120 زوج جوان به خانه بخت خود برن و همچنان زندگی جدید را آغاز کنند و امروز قسمی که شما اینا را میبینین به هر زوج ما حدود 1 لک افغانی در نظر گرفته شده که اسباب خانهشان را تامین ساختن که حدوداً 70 قلم است امی جنسا و همچنان ما میریم داخل خود سالون به همراه امو دامادای عزیز هم کلام میشیم، پرسان میکنیم که چه مدتی را در دوره عقد یا به اصطلاح دوره نامزادی و نکاح گذراندن تا ای که امروز جناب آقای حبیبیار محفلشان را گرفت و همچنان رفتن به خانه خود و زندگی جدید را آغاز ساختن. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. لایک و سابسکرایب برام فراموش نکنید. بینندگان عزیز، ما در کنار اجیکاگای قرار داریم، با اینا هم کلام میشیم راجع به ازدواج‌های قدیم به دوران از اینا که بوده، عرف بوده، پیشکشی که عرف بوده پرسان میکنیم و ببینیم چی رقم بوده، زندگی او زمان ساده تر بوده، سخت تر بوده، حال بهتر شده نشده. ببینیم کوکو جان، سلام، وقت شما بخیر. علیکم و علیکم سلام. صبح از ادب به حضور شما برادران محترم و جشن عروسی از برادران که 120 زوج جوانه، ما اینا از صمیم قلب به حضور تک و تکشان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. بنده این جانب سید آقای قتلی از ولایت هرات از ولسوالی پشتون زرغون از قریه فشکان یحیی آباد. ما در خدمتیم ان شاء الله. هر سوال هر مثلا سوالی میکنیم ما در خدمتیم ان شاء الله. اجیکاگو جان، یکم جلوتر بیام. شما امروز به این محفل که آمدین، از شما از فامیلا شما کس هستید؟ بله، از من نواسی منه ان شاء الله. اینجا به حساب دختر عروس نواسی منه. عروس نواسی شما؟ بله. بعد اون پیشکش همون نواسه خود چند تعیین کرده؟ اینا فعلا در اصطلاح فعلا 4 لک افغانی به حساب اینا تعیین کرده بودم و 2 لک با خونه به حساب به حیث جهز و مهریه و به حیث چی بوده، 2 لک دیگه به حساب بابانا گرفته بودم. خیلی خوب، خیلی خوب. 2 لک گرفته بودن که زندگی خودنا خرج کنن، 2 لک دیگه آی زنده باش خیر ببینی. بله شیربا ها مولف بله بلد شیربا. خیلی خوب. 4 لک فکر میکنه که زیاد؟ البته زیاده، البته زیاده. فعلا به اصلی حالی به شرایط فعلی جوانان خود شما ان شاء الله به طور مشاهده میبینین که مثلا به می واسطه پیشکش چقدر ما جوان تلفات میدیم که اینا میرن به ملک خارج، به ایران میرن، فرض مثلا به دیگه کشوری میرن. یعنی ما حتی امکان کسانی مثلا اینجا به تلفات دادیم که یعنی میتان ما ندادیم. کوکو جان، یک سوال هم بپرسم. همین جوانال خیلی مثلا پاپاک میکنن که خود چپ دم از دم عروسی، به نظر شما دلیلی چیه؟ دلیل همین خاص از دست خالی، از جیب خالی، فقط از جیب خالی، چیزی به بساط نیه، کار کاسبی ندارن جوانا. حالا کم باید این به شما بگم مفصل، این جوانایی که حالی فعلا به اصطلاح حالی شده اینا مرد کار و کاسبی نیان که اینا فکر آینده و زندگی خود بچرخونن. اما بابا مجبوره، مکلفه، همون چیزی که خداوند همون شریعت مثلا به اینا چی کرده که باید اون رو مثلا ختمه کنن، باید اون رو به سبق بشونن، باید به اینا تعلیم و تربیه بدن، باید به اینا زن بدن. همون به گردن بابا و ننه حقوقیه، همون گردن خود میگردونه دیگه تمام. خب کوکو جان، به دوران شما چی رقم بوده؟ حالا خود سخت شده، جوانان به قول شما تنبل شدن. به دوران شما چی رقم بوده؟ اما مهریه یا پیشکش چنده بوده؟ مهریه خود من شخصا که به حضور شما استادیوم در پولای مسمای قدیم 1 لک افغانی به حساب مهریه بود. به پولال چنده میشه؟ پولال حالی دیگه هرچی که 10,000 افغانی. چند زن کردیم کوکو جان؟ من یکی دارم شد. به یکی، اما اصلا ما کافیه.
من یک جای شنیدم که گوجان میگفت زن خیلی معذرت دیگه زن یک نفر به یک بوجه پشکل داده بود قدیم آمد به زمانی بود که بسیار به ولایت ایران ما بسیار قحطی و گشنگی آمد. همه تا گشنگی آمد که مثلا یک من گندم تقریبا به 30 افغانی بود که همون 30 افغانی پیدا نمیشد. یعنی ما خود به چشمای گونه‌ها خود دیدم که مالدارا از مثلا از بیابان می آمدن، یعنی دختر خود مثلا به 10 من گندم من بزاده. به 10 من گندم من 300 روپیه میشه. 300 روپیه بشه. همونا با هم دیگه خودم جور آمدن با مو 10 من گندم دختر بابار برده. زندگی راحت‌تر. زندگی راحت‌تر بوده. اما شرایط حالی خیلی مشکل شده، خیلی ازدواج‌های حالی بیخی مشکل شده پدر. من میگم جوانایی میبینی به خدا قسم یعنی جگر مدود میکنه، جگر مخون شده که اینقدر مثلا به تلفات دادیم میاتا اینا خدا کسی ندیده، خاص به واسه می مریه و واسه پیشکش. کوکو جان همی بعضی خود گفتیم زن نمیکنم، اوی هم که زن کرد میگم یک بچه بیشتر نمو. این هم اصلا عجیب خیلیه. این عجیب خیلی که هست، اما نه اون چیزی که خداوند مثلا به قدرت خود اولاد بده خدا میده، مثلا بچه بده خدا میده، روزی رو خدا حواله کرده خدا میده. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، نیست هیچ جمهوری ده الا که از در روی زمین رزقها از طرف الله روزی الله حواله میکنه. این گپ غیر ممکنه که ما اولاد نمیکنم باشه که ما کم کنم یا خرج از اینا مثلا به دوش بار سنگینی میشه، نه اون روزی به دست اللهه. حالا کوکو جان شما او زمان خب پیشکش هم ارزون بوده، چرا یک زن گرفتید؟ دیگه به توان بیشتر نبوده، خب کوکو جان بیشتر وقت شما نمیگیرم، اگه پیام داشته باشیم فقط همین پیام همینه که مثلا من کوشش میکنم خاص به مسئله همین دختردارا از خدا بترسم، یعنی من خودم شکر ازدواج نداره که من بگم من در علیه خود با واسه همین 4 تا جوانی که مثلا به روی رشد آمده همینا گفتم که مثلا پیشکش چیزی نمیشه، انسان پیشکش حرامه، یعنی به شرعی حرامه، به عرفی حرامه. بفهمیدی کاری بکنن که مسلمان‌ها مثلا 4 تا خونه و زندگی خود مثلا بچرخونم بیارن، یعنی پیام فقط یعنی مینه فقط شما یک سوال هم کوکو جان اما بیاد ما اومد همین جوان خوبه به چند سالگی عروسی کنه؟ همین همکار ما خیلی عجله داره ولی به سن 30 سالگی قانونا شرعی همینه، به سن 30 باید ازدواج کنه. 30 سالگی دختر چند ساله باشه؟ دخترم تقریبا 20 20 امینه. شما بالمی بچه ها خود شما به چند سالگی زن داده؟ ما گفتم بچه شما به 23 سالگی زن کرده. یک جوان مهمینه. اینا گفتم به 23 سالگی به 20 سالگی به 22 سالگی زن دادم. خیلی عجله داشتن. منو دا عجله داشته که یک بچه من از کوچکتره که حساب همچنین او هم زن و عروسی و خونه و زندگی کردم. ببینید من 2 تا 3 تا دختر داشتم، 3 تا بچه. همه به حساب تار موی همه بچه‌ها گفتم که اونو بدل کردم، اونا به حساب خانه‌دار کردم، زندگی دار کردم. خوشبخت باشه کوکو جان، بخیر باشه، سعادتمند باشه. خدا نگهدار شما، خوشحال شدم ازش نباشم. بخیر خواهش میکنم کوکو جان، تاج سر شما، عزتمند باشین. بینای عزیز دیدیم دیگه چی گفتن اجی کوکو از عرف و زمان، از رسم و رواج قدیم. خب بینای عزیز در ادامه برنامه با ما همراه باشین. عزیز ما در کنار داماد خوشتیپ و خوشهیکل هستیم، با اینا هم کلام میشیم، استنا میپرسیم امروز محفل آنها و آغاز زندگی جدید دارن. دوست عزیز سلام، وقتتان بخیر. وقت بخیر، خوب هستین؟ شما خوب؟ در نخست بنده از بنمایندگی از رسانه کاوشگر و همکاران خود محفل امروز را به شما تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امیدوارم در کنار جوره خود یک زندگی مملو از شادی و آرامش سپری کنید. زنده باشیم. یک دنیا سپاس. اولتر از همه سلام خدمت شما و همکاران عزیز و بینندگان عزیز. امروز خیلی واقعا خوشحالیم که همچین مراسمی برگزار شده و یک تشکری بسیار زیادی از بنیاد خیریه بیار میکنیم که همچین محفل برگزار میکنن و واقعا خود اگر معرفی کنیم خیلی خوشحال میشیم. بله، من عبدالقادر هستم از ولایت هرات.
عبدالقادر جان چند وقت میشه که شما نامزدین؟ ما 4 سال میشه. 4 سال بله. میشه. اما خانم شما به اصطلاح دیگه بعد از امروز میشن خانم بله، شما بله. از فامیلای یا از قومای دور؟ از قومای دورن. بله بله بله. خیلی خوب خیلی خوب. خیلی خوشحالین. زنده باشیم. بله یا عروسی خود آدم باشه مجبور خوشحاله دیگه بالاخره. گفتین مجبور چیزی که کس واسهشون جبر کرده باشه. و وقتی ازدواج میکنیم دیگه سر خونه زندگی که رفتیم وقت مشکلات زندگی میرزه به سر آدم دیگه معلوم دار مجبور آدم. امروز پایان خوشحالی شمونه؟ بله یا امروز واقعا خوشحاله. خیلی خوب. زنده باش. شوخی میکنم. سلامت باش. آقای حبیبیار که محفل شما را برگزار کردن خود شما از کجا مثلا پیدا کردن؟ به بنیاد از اونها مراجعه کردین یا ای که مثلا حالا از جای دیگه؟ بله از طرف رئیس شورای محلم و بعد داخل مسجد بودن آقا ما اینا صبح میرفتم نماز بعد گفتن که یه همچین مراسمی قرار برگزار بشه بعدش گفتن که من بچه من تازه آمد از ایران تقریبا 4 سال میشه ازدواج نکردن دیگه ما این ازدواج اینا رو بکنیم و فعلا موندیم چه کار کنیم باز همین بود که دیگه نصیب شد. بله. از ایران آمدن شما؟ بله. ایران رفته بودین به خاطر اینکه مصارف عروسی رو بکشین؟ بله یا خب چند وقت به ایران بودین؟ 4 سال. 4 سال. میتونم پرسان کنم پیشکش یا مهریه شما چند بوده؟ 4.5 لک. 4.5 لک. بله. گفته چند سال ایران بودین؟ 4 سال. 4 سال. در طول 4 سال شما چند فیصد تونستین آماده کنین از او؟ به طول این 4 سال ما تقریبا 3 لک تونستیم بدیم بقیه هم پدر خانم ما گفت که نمیخواد بده. خب 3 لک. بعد شما رو دیپورت کردن یا چون گفتن بخشیدن به شما آمدین ایران؟ وقتی دیدیم کشورمون صلح شده برقراری امنیت شده دیگه بلند شدیم آمدیم کشور. خیلی خوب خیلی خوب. اگر پیامی داشته باشین گفتنی کلام زنده باشیم. یک دو جهان سپاس از شما و همکاران عزیز یک دنیا سپاسگزاریم. خیلی ممنونم. تشکر از شما. خب بیننده عزیز واقعا آدم است خوب میگیره وقتی که خوشحالی هم وطن خود میبینه خوشحالی جوان این سرزمین را میبینه که یک لبخند روی لبان از او کاشته شده. من زیاد حرف نمیزنم. داماد جدید در کنار خود داریم. سلام وقت شما بخیر. شکر الحمدلله. چه گپا؟ سلامت باشین. خود اگر معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. نام مکس نصیر احمد تخلص مکس احمدی از ولایت فراز ولسوالی اناردرس قریه زیکن است برادر ناز. خب آقای تخلص شما؟ احمدی. آقای احمدی عزیز امروز محفل شما از خوشحال است؟ بسیار خوشحال است برادر عزیزم. که خوشحال نیستم 120 تا 116 تا نفر دیگه هم خوشحاله بلکه ما 120 نفر خوشحال نیستیم. تمام این محفل تمام کسانی که ما به محفل اشتراک میکنیم امنا الحمدلله تمام از اینا خوشحال برادر ناز. خیلی خوب. چند وقت شما در دوره نامزدی بودید؟ 2 سال. خب همون پیشکش یا تویانه یا مهریه شما به اصطلاح چند بوده که مثلا به 2 سال نتونستین آمدن؟ 6 لک و 20 هزار بدم و کلا مریم برادر ناز. 6 لک و 20 هزار افغانی. بله. خب بنیاد خیریه حبیبیار اونار الحمدلله اگر برادر ناز خود مادام خیلی فکر کرد اگر ما برادر ناز خیلی فکر گفت اگر حبیبیار خیلی همکاری نمیکرد عروسی نمیکرد یار برار شد با 4 سال 5 سال هم نمیتونسته که ما چون این پول بله هم کنه ما بده به خسور خوب بده چون یک دگم برادر عزیز به پول از شاگردی و بعضی پول شاگردی و بعضی پول ایران رفتن بعضی آسونی پول پیدا نمیشه. کسانی که پیشکشا شد بسیار گرانه 10 لک 9 لک برادر میره به ایران 5 سال 6 سال کار میکنه آخر دومات چه کار میشه دومات فلج میشه دکس کمر میشه چه زر زحمت مشقت میکشه تا ایران خرسر کنه آخر هم پول بی فایده میشه. راست میگین. به طول 2 سال از او پیشکش خود چند فیصد شما پرداخت کردین؟ نه برادر ناز 3 لک و 20 هزار پرداخت کردم. 3 لک و 20 هزار؟ بله. به ایران کار کردین؟ نه اینجا برادر ناز یک سچرخک پخش شده داخل این بازار کار کرد الحمدلله باز الله منان میروان ذات بود یک نفر دیگه هم خیلی همکاری کرد. خیلی خوب خیلی خوب. خب امروز به شما خیلی روز خوبه از ما وقت شما رو نمیگیرم از مراسم جا نمانین. شما اگر پیامی داشته باشین کوتاه کامرای ما به خدمت شما. خیر بین برادر عزیز الله منان شما راضی شه. خیر باشین خوشبخت باشین به شما یک زندگی مملو از سعادت خانم. خب بیننده عزیز دیدین دیگه شما فقط من یک خواهش از پدران بزرگوار دارم
به قول از اینا وقتی که او داماد میره 3 سال 4 سال 5 سال تا 6 سال به ایران کار میکنه، بعد میاد دیسک کمر یا هر مشکل دیگه برای او پیش میاد، او یک زندگی را با دختر شما سپری میکنه، مجبوره او دختر شما یک عمر مثلا به اصطلاح ما ایراتی‌ها جمع کنه او مریض خود او شوهر خود. بیایم همدل باشیم، یک کمی درک کنیم او جوان را در چنین شرایط بعد اقتصادی، به جایی که مثلا قیچی باشیم و خوشبختی یک دیگر رو ببریم، بیایم نخ و سوزن باشیم، به یک دیگر خوشبختی بدوزیم و همچنان زندگی راحتی. خب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه با ما همراه باشیم، انشالله صحبت های دیگه هم می داشته باشیم. صحبتی داشت ولی در قلب ناصحین کار پیش خدا و رسول هاشمی خیلی قریب حرمت فرمان آوردن. نه امروز سعادت شادم خوشحالم مسرورم که از این محفل وقتی بیرون میشیم ما هم تبدیل و حدودیان شدیم. یکی از این حرکت رو پیش میبرد، این از خود میداند، این قوتی مجلس سره وکړي، خبرې سره وکړي چې دغه غلط رواجونه، دا دودونه، دا بې ځایه مصارف دغه راکم کړل. برادر عزیز ما و بنیادهای خیریه عمومی ملت دینپرور هرات باستان از همه تشکر می‌کنیم و از اونها این دستور الهیه به ها حد نهایت ندارند، اقتدا کردند در این عرصه که اللهم اسلام و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. بینندگان عزیز، این بود برنامه امروز ما. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گیرد و همچنان به شما لذت بخش تمام شده باشد و از خداوند منان خواهانم که به اینا
عمر با سعادت و همچنان اولادهای چون خلفای راشدین نصیب کنه. بینندای عزیز، از خدا به شما خوشحالی و سعادتمندی را خواهانم. شما را تا برنامه بعد و خداوند بینیاز بسپارم.